آقا 2 سال پیش بود، من یه دلدردی گرفتم رفتم دکتر برای من آندوسکوپی نوشت. آندوسکوپی همین است که لوله رد میکنن از داخل دوربین دارد نگاه میکنن ببینن چه خبره. من صبحش برداشتم خلال دندان زدم، مسواک زدم، نمیدونم آدامس نعنا خوردم، باز رسیدم دم آزمایشگاه یه دونه آدامس خرسی خوردم، گفتم عطرش بمونه. رسیدم اونجا گفتم آقا این برگه دادم، گفت بخواب. خوابیدم، گفت درار. اومدم آدامس درارم، گفت نه شلوار تدارا. گفتم شلوار رو بچی در بیارم. گفت این کولونوسکوپی اصلا دوربین بود از پایین بره بالا. این نگو اصلا آدامس خرسی تو دهنم چرید. گفتم نمیشه این از بالا. گفت نه این چرا اینه. خلاصه این من اونور گفتم آقا تو شما محرمید، فقط شمایید، کسی نمیشه. گفت خانم کوشام هست اونم محرمه. گفتم خانم کوشا ایشانه 2 متر قدش به خدا شده، یعنی از خانمی فقط یه علنگو دستش بود، خود دکتر از اون خانمتر بود. بعد گفتم ایشانم محرمه. دکتر گفت ترم 1 پزشکی. گفتم آقا این 7 ترم دیگه مونده محرم شه. خلاصه آقا شلوار از تن من در آورد. گفتم من دردم میگیرد میرم نمیمونم. من گذاشتم روی میز 4 دسته پا. خب دوربین معمولا دوربینای پزشکی خب ریزه میزه اینجوریه. گفتم اب نداره دیگه کار است یا شده است دیگه. این دوربین اومد رد کنه خدا شده. گفتم شلوار منو بدید من برم. یعنی احساس کردم داره دوربین هندیکم بفرستاد تو، اونم با مانیتور بازش. اون وقت اینقدر خوش بود اصلا پشتم صدای استکان تمیز میداد. گفتم آقا من نمیخوام این اونور دیگه. خلاصا ماندم. گفتم الان برید تجهیزات ما آسیب میبینه دیگه. من به خاطر تجهیزات اونا تحمل کردم. این مفرستاد خودش رفته بود اونور وایساده بود دکتره، هی به خانم کوشا هم گفتش که برو 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 برو. گفتم آقای دکتر تو الان 100 دفعه گفتی برو، این هر دفعه فقط نیم سان بره داخل، الان 5 متر توه، چی میخواد از من؟ آقا یه مانیتورم زده بودن اون جلو، تو داخل خودت میدیدی قشنگ اونجا. منم دیگه مشغول بودم شم نگاه میکردم این همینجوری میرفت، یهو دیدم داره اتاق نشون میده، از دهنم زد بیرون دوربین. گفتم این طبیعی است الان داره نشون میده. گفت خانم کوشا برگرد عقب، مگه من نگفتم تا خط هشدار؟ گفت شما خودت گفتی الان خط هشدار، یه رو برفتیم تو. اومدم گفتم آقا بر نگرد، این الان دوربین احتمالاً مانیتورش هم بازه، بخوای عقبی بیاری این میشکند، از جلو بکشید بیرون. شما همه رو که رفتید نیم متر مونده. آقا همه رو کشید از این ور بیرون. ولی فکر کنم این بند چرمی دوربین هندیکمه گرفت به این حنجرم. از الان 2 سال است من 8 سالت گلوم دیگه.